با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زیادالله سلیمزاده به شهر انتالیای جمهوری ترکیه سفر نمود. هدف از سفر نمایندگان ساحه سیاحی تاجیکستان به ترکیه اشتراک در کورس آموزشی می باشد. 11 سپتامبر در شهر انتالیای ترکیه دوره آموزشی برای کارمندان ساحه سیاحی آغاز یافت. در این کورس آموزشی از جمهوری تاجیکستان رهبران و مسئولان یک قطار شرکت‌های سیاحی، طرفخانه و مهمانخانه‌ها و دیگر سوبیکت‌های خدمت‌رسانی سیاحی اشتراک دارند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، هیئت 21 نفره ساحه سیاحی مملکت به شهر انتالیای جمهوری ترکیه سفر نمود. هدف از سفر نمایندگان ساحه سیاحی تاجیکستان به ترکیه اشتراک نمودن در کورس آموزشی می باشد. در این کورس آموزشی از جمهوری تاجیکستان رهبران و مسئولان یک قطار شرکت‌های سیاحی، طرفخانه و مهمانخانه‌ها و دیگر سوبیکت‌های خدمت‌رسانی سیاحی اشتراک دارند. یک قطار مواد اطلاعاتی سیاحی از قبیل خریطه و راهنما، دیسک‌ها، مجله و ورقه‌ها به دزدوران سیر و سیاحت پیشنهاد کرده شد. این کورس آموزشی از 11 سپتامبر آغاز یافته تا 17 سپتامبر دوام می‌یابد. این کورس آموزشی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عملی گردید. مقصد اساسی سفر نمایندگان ساحه سیاحی مملکت به ترکیه شرایط فراهم می‌آورد تا متخصصان ساحه ملکه کاری و جهانبینیشان را وسیع نمایند. کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بابت تشکیل درست کار، جهت تامین خدمت‌رسانی سطح بلند به میزبانان و سیاحان در مهمانخانه‌ها، آشخانه و طرفخانه‌ها، اینفراستراکچور سیاحی، تشکیل خط‌سرهای نوی پروازهای طیاره‌ها و به طلبات سطح بین‌المللی مطابق نمودن خدمت‌رسانی‌ها در همکاری با وزارت و اداره‌های مربوطه مملکت و شریکان رشد تدبیرهای ضروری و سریع اندیشیده و عملی می‌سازد. هدف از سفر نمایندگان بخش سیاحی تاجیکستان به ترکیه نیز این پیش از همه آموختن تجربه سیاحی ترکیه، تبادل تجربه و بلند برداشتن خدمت‌رسانی‌های سیاحی میباشد. نمایندگان سوبیکت‌های خدمت‌رسانی تاجیکستان کورس‌های تور اپراتور، توراگنت، راهبلد، آشپز، مهمانخانه‌داری، طرفخانه‌داری، ترجمانی و غیره را می‌آموزند. یکی از هدف‌های عالی استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 در سمت تقویت نیروی انسانی در ساحه سیاحی مملکت بخصوص تامین کادرهای بلند اختصاصی هیئت اداره‌کنی و خدمت‌رسانی، این تشکیل آموزش تجربه خارجی، تکمیل اختصاص و آماده کردن کادرها در خارج کشور می باشد. در مراسم افتتاحی دوره آموزشی از نمایندگان سوبیکت‌های خدمت‌رسانی سیاحی تاجیکستان دعوت به عمل آورده شد که بابت پیشنهاد خدمت با صفت به مهمانان و سیاحان، آماده سازی برنامه‌های مختلف جالب و خط‌سیرهای نوی سیاحی در رشته سیاحی داخلی، وارداتی و جلب شماره زیادی سیاحان تجربه و ملکه در این کورس آموزشی اندوخته خود را روانه سازند. ترکیه از جهت توریسم در جهان یکی از کشورهای پیشرفته به شمار می‌رود و طبق معلومات سازمان عمومی جهانی سیاحی 10% اقتصاد ملی این کشور را توریسم تشکیل می‌دهد و هدف از راه‌اندازی کورس آموزشی در ترکیه خصوصا در شهر سیاحی انتالیا محض به خاطر تبادل تجربه سوبیک‌های خدمت‌رسانی ساحه سیاحی تاجیکستان و بدین وسیله جلب شماره زیادی سیاحان از ترکیه به تاجیکستان می‌باشد. زیرا طور میدونیم ترکیه از لحاظ توریسم در جهان مقام خاص را کسب میکند و جمهوری تاجیکستان که تازه به جاده سیاحی گام‌های استوار میگذارد، امید است که با اندوختن تبادل تجربه ترکیه رشد توریسم در تاجیکستان نیز رونق بیشتر پیدا خواهد کرد. حافظ محمد علی، شهر انتالیا، جمهوری ترکیه، جهان نما.